بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر خواهران عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهرانی که در زوم اشتراک میکنید و علاقه چند نفرتان رو من نام به نام میدونم، اگرچه با هم دیگر شناس نباشیم هم که در درس ها پیوست هستید، مستمر بر دوام هستید. پروردگار برکت دهد که در این وقت ها خیلی که پیشتر هم گفتیم، وقتی که این همه طوفان فتنه ها از هر طرف می آید، مایان می نشینیم و در حلقه های ذکر یا درس تفسیر می خوانیم یا درس فقه یا درس عقیده که پروردگار این گونه مجلس ها رو در اینترنت زیاد کند. چون خیلی می دانید اینترنت دیگر مجلس فسق و فساد شده است، غیبت خانه است و تهمت خانه است و تجارت خانه. لیکن الحمدلله مثل شما خواهرانی هستند که می توانند دستگیری کنند که همین گونه حلقه های درسی رود. امروز خیلی که خواهر یادآور شدن، امروز حلقه 15 عقیده طحاوی با شرح ابن ابی‌العز هست، ابن ابی‌العز حنفی. و درسی گذشته ما درباره تقدیر صحبت کرده بودیم. امروز هم مسئله تقدیر و بعض قسم ها یا نمودهای تقدیر و این چنین احادیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و ما امر میکنند و میفهمونند که تقدیر تو به دست آدمیزاد نیست، تقدیر تو به دست رب العالمین است. وقتی انسان به تقدیر مؤمن یقین دارد و از هیچ چیزی نمی ترسد، مصیبت را از دست انسان ها نمی بیند. انشاءالله صحبت میکنیم. امام طحاوی میگویند و نؤمن باللوح والقلم و بجمیع ما فیه قد رقب. و مایان مؤمنان ایمان داریم به لوح، صحیفه ها یا لوح المحفوظ و قلم و این چونین به هر چیزی که یک به یک، رقم به رقم در لوح المحفوظ نوشته شده است. درباره لوح المحفوظ خواهران عزیز، در قرآن کریم یک چند بار کلمه کتاب آمدگی هست. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، میگوید الله. هر مصیبتی که به شما میرسد، چی در آسمان چی در زمین باشد، یعنی چی در آسمان و زمین باشد، چی در جان خودتان، نفس خودتان باشد، برای شما آن مصیبت وقتی که میرسد بدانید که آن همش در کتاب نوشته شده است. کتاب همون لوح المحفوظ است، کتابی که 50,000 سال پیش پروردگار یک تقدیر عام را برای کائنات نوشته کرده بود، یعنی تقدیر عمومی. و این را میتوانیم مثال زنیم خواهران عزیز که مثلا شما یک مکتب کشادید، برای مثال فقط شما در آنجا اول قانونهای اساسی مکتب را می نویسید. مثلا چند آموزگار می گیرید، چی فنها را درس می دهید و چند ساعت می شود و تقریبا چند طلبه، یعنی قانونهای اساسی نوشته می شود که اون رو تقریبا هیچ تغییر نمی دهید. بعد از اون با قانونهای میده هم می نویسید که مثلا لباس طلبه ها چه خیل باید باشد، تنفس چند دقیقه باشد، ساعت درسی چند دقیقه باشد، همین گونه. لوح المحفوظ هم کتابی است که قانون کلی یا تقدیر کلی تمامی کائنات از اول تا به آخر چگونه می شود پروردگار در آن نوشته کرده است و هرگز آن تغییر نمی یابد. و آثار عبدالله ابن عباس از خواهران عزیز، حدیث را اگرچه در سندش ضعف است و یا اینکه منقطع هست، به هر حال ابن ابی‌العز اینجا آوردگی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث را طبرانی روایت کردند که پروردگار ان الله خلق لوحا محفوظا من دره البیضاء، پروردگار خلق کرد لوح محفوظ را. لوح محفوظ معنیش چی است؟ همان کتابی که در آن تقدیرها نوشته می شود. من دره البیضاء، از در سفید. در گفتم در و مرجان در ما هم هست، از سنگ های قیمت بهای سفید. صفحاتها من یاقوته حمراء، صحیفه های آن کتاب میگویند از یاقوت، از بریلیانت های سرخ است. قلمه نور، قلم آن نور است. و کتابه نور، و کتاب نوشته شده آن هم نور است. لله فیه کل یوم 63 لحظه، الله هر روز 360 بار به آن نگاه میکند.
یخلق و یرزق، خلق میکند و رزق میدهد. یمیت و یحیی، زنده میمیراند زنده میکند. یعز و یذل، کسی رو عزیز میگرداند کسی رو خوار میکند. و یفعل ما یشاء، و چیکار خواهد میکند. و در روایت دیگر آمده است که عبدالله ابن عباس میگویند وسیگی آن لوح یعنی همون کتابی که در آن تقدیرهای ازلی نوشته شده است و بعداً باز الله هر روز یعنی تقدیرهای کوچک بنده ها در آن نوشته می شود. گویم همین روزه مثلا یا گفتیم که خار می شود که عزیز می شود، باز که چیزهای میده تر دیگر. وسیعیش میگن عبدالله ابن عباس بین آسمان و زمین است، یعنی اینقدر آن وسیع هست و اینقدر کلان است و همیشه در چی است؟ در عمل هست. و درباره لوح المحفوظ همین رو ما باید یقین بدانیم که هر چیزی که در لوح المحفوظ است خواهران عزیز تغییر نمییابد. یعنی خیلی گفتم قانونهای کلی و یا تقدیرهای کلی پروردگار است در آنجا تقدیرهای کلی پروردگار است. و بعد از این می آیم نمودهای تقدیر دیگری که اون تقدیرها یعنی با خواست پروردگار اگر الله اجازه دهد یکی تغییر مییابند که صحیفه ها در دست فرشته ها میگویند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در کتاب های سنن هم آمده است و سیره ها هم وقتی به سدرة المنتهی به نزد درخت سدره نزدیک می شوند میگویند من اونجا صدای قلم ها رو شنیدم. صدای قلم هایی که همونجا چی می نوشتن، یعنی به جز لوح المحفوظ در دست فرشته ها صحیفه های هست که پروردگار هر روز یا گفتیم هر لحظه به فرشته ها میگویند که فلانی مثلا فلانی را این گونه رزقش را نویس، باز هم یعنی بجز اون رزق ابدی نوشته شده فلانی را این گونه نویس و این رو میگن صحیفه های در دست فرشته ها که این باز یک تقدیر دیگری هر روز یا گفتیم یک تغییر داده می شده. آن هم بر رضای پروردگار است که مثلا میگه فلانی اگر با خویش و تبارش رفت و آمد کند عمر او را اینقدر نویس، اگر نه با خویش و تبارش قهری باشد این گونه نویس. این را میگن صحیفه های بجز لوح المحفوظ، صحیفه های در دست فرشته ها، صحیفه های در نزد فرشته ها که آن هم همیشه در چی است؟ در حالت نوشته شدن هست. بعد از این می آیند به سخن دیگر امام طحاوی که امام طحاوی میگویند ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامه. بدون که میگن اگر تمام مردم تمام انسان ها جمع شوند و اون چیزی که الله همین میشود گفت و تقدیر کرد قرار کرد آن را تغییر دادنی شوند اصلا آن را تغییر داده نمیتوانند و این قادر نیستند. و اگر همشون جمع شوند و اون چیزی که الله این چیز نمیشود گویان تقدیر کرده بود برای آن را شدنش اگر حرکت کنند اصلا آن را کرده نمیتوانند. برای آن که قلم خشکیده شده است هر چیزی که تا روز قیامت می شود الکی آن نوشته شده است و این خشکیده شده است و این را میگن تقدیر کلیه که الله خودش این را 50,000 سال پیش از آفریدن زمین و آسمان نوشت و آن هیچ تغییر نمی‌یابد. اما گفتیم بعد از این با جزئیات یا تقدیرهای کوچکتر بعد از این هست که پروردگار آن را کل یوم هو فی شأن، کمی بعد میخونیم حتی هر روزه تقدیر است و هر ساله تقدیر است و تقدیر در شکم مادر است. همینجا خواهران عزیز پیش از گذشتن به دیگر مسئله نگاه کنید. وقتی که میگوین همین را بدانید که اگر الله در تقدیر ازلیت نوشته باشد که کی تو میمیری یگان کس تو را از آن وقت پیش کشته نمیتواند، 1000 تیر خوری هم 1000 شمشیر خوری هم. و اگر به تو نوشته شده باشد که عمر تو مثلا 30 سال است و 40 سال است تمام دنیا حرکت کنن، یکی دلش رو به تو دهد، خیلی که امروز نقل اعضا هست، یکی گردهش رو دهد، یکی جگرش رو دهد، هم تو در همان
مدتی که الله به تو نوشته شده است که از این زیاد عمر نمیبیند میمیری. و در این باره حدیث عبدالله ابن عباس است. عبدالله ابن عباس میگویند که حدیث در روایت ترمذی آمدگی هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفتند یا غلام الا اعلمک کلمات، ای بچه یعنی ای پسرم، آیا به تو من کلمه های یا گفتیم چند چیز یاد ندهم؟ بعد از این شروع کردن احفظ الله یحفظک، تو الله را حفظ کن الله تو را حفظ میکند. معنای الله را حفظ کن، تو در یادت الله را داشته باش، در قلبت الله را داشته باش، تو با الله باش الله با تو میباشد. یعنی الله را تو حفظ کن، یاد الله در تو باشد و الله هم تو را فراموش نمی سازد. احفظ الله تجده تجاهک، تو پروردگار را همیشه در خاطرت داشته باش و الله را رو برویت پیدا میکنی، یعنی در نزدت پیدا میکنی، همان لحظه در کمکت میشود. اذا سألت فاسأل الله، اگر چیز پرسیدنی شدی از الله بپرس، یعنی به مردم محتاجیت را نشان نده. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر کمک میخواهی از کسی پناه میخواهی به الله پناه ببر. و علم، از الله کمک پرس. و علم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، بدان که اگر تمام مردم جمع شوند و خواهند به تو کمک کنند، آنها به تو کمک کرده نمیتوانند مگر همون چیزی که الله در تقدیرت نوشته کرده شده است. یعنی هم در همون تقدیرت رو میبینی، مردم تقدیر تو را دیگر کرده نمیتوانند. و این اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد كتبه الله علیک، و اگر تمام مردم جمع شوند و به تو ضرر رسانیدنی شوند، آنها به تو ضرر رسانیده نمیتوانند مگر همون چیزی که در تقدیرت است که همین مقدار ضرر میبیند همون رو میبینی، از اون زیاد هیچ کار کرده نمیتوانند. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها از نوشتن برداشته شدن. این قلمی همون چی است؟ لوح المحفوظ، لوح المحفوظی که در بالا گفتیم، یعنی تقدیر بنده هایی که آن هرگز تغییر نمی‌یابد. و صحیفه ها خشک شدن. و همینجا خواهران عزیز نگاه کنید که به عبدالله ابن عباس پیامبر چی را نشان میدهند. پیامبر میگویند بدان که اون چیزی که در تقدیرت هست همان است، از مردم اصلا نترس. تمام مردم جمع شوند هم تو را عمرت را نه زیاد کرده میتوانند نه کم، نه رزق تو را زیاد کرده میتوانند نه کم، نه بخت تو را زیاد میکنند نه کم. همش را الله نوشته کرده است. و باز هم گفتیم باز تقدیرهای جزئی کوچک است که با دعا کردن و زیاد خواستن الله به تو برکت میدهد، زیاد میکند. از مردم نخواه، مردم مثل تو هن. اگر یک نفر نه تمام مردم جمع شوند هم به تو کار کرده نمیتوانند. و سبحان الله در دوامش در حدیث دیگر آمدگی است که میگویند و علم احفظ الله تجده امامک، تو الله رو در خاطر داشته باش، الله رو برویت پیدا میکنی. تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده، تو الله رو در وقتی فراغ دستیت، در وقتی که مشکلی نداری، در وقتی که در راحت هستی، مصیبت در تو نیست، تعرف علی الله، الله را شناس، با الله باش، الله را فراموش نکن. یعرفک فی شده، الله هم تو را در وقتهای مصیبتت فراموش نمیکند. سبحان الله. قاعده هست که پیامبر با عبدالله ابن عباس کوچک میگویند تو وقت در وقتهای مصیبت، در وقتهای مصیبت الله را دعا میکنی، الله زود به کمک تو می آید، به شرط آن که وقتی که مصیبت نداری، زندگی خوب داری، تو الله را همیشه در خاطرت داشته باش، با ذکرت باش، با نمازت باش. ما چقدر نفران رو میشناسیم خواهران عزیز، فقط در وقتی یک نفر از دنیا رفتن به یادشان می آید که آنجا نماز بوده است، آنجا قرآن بوده است، آنجا ذکر بوده است، آنجا دعا بوده است. تا آن همیشه معیشت و رقص و بازی و خوردن و مهمانی و پوشیدن. مصیبت سرشان آمد، تسبیح به دست، دیگر نمازخوان میشوند، جای نماز در خانهشان. باز همین که مصیبت رفت، نمازها هم همراه مصیبت گویا میرود که دیگر چی میکنن؟ فراموش میکنن. اما پیامبر چی میگویند؟ در وقتهایی که در آسایش هستی،
مشکلی نداری، پرابلم های زندگی نداری، تو الله رو در خاطرت داشته باش، با الله باش، با قانون های الله باش. با الله بودن یعنی از الله ترسیدن و در زیر گفته های الله زندگی کردن است. و وقتی تو همین گونه کردی، وقتی که به سرت مصیبت آمد، اول الله هست که به تو کمک میکند و وقتی الله کمک کرد دیگر به ما کمک یگان بشری لازم نیست. یعنی این باید قاعده زندگی هر یک مسلمان باشد. تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. در آسایشتگی الله رو فراموش نکنید تا که الله هم شما رو در مصیبتتان فراموش نکند. و وقتی مصیبت میرسد بعضیا داد فغان دارن که چرا به سر من آمد، چرا دعایم اجابت نمی شود. تا همین مصیبت آمدن الله در کجای زندگی تو بود؟ در کجا تو الله رو در یاد داشتی تا همین وقتی که مصیبت به سرت آمد که امروز منت داری که چرا الله به من کمک نمی کند؟ در دوامش پیامبر میگویند وعلم انما اخطأک لم یکن لیصیبک و ما اصابک لم یکن لیخطئک. بدان که اون خطاگی هایی که میکنی، گناه هایی که میکنی، یعنی مصیبت های تو به خاطر گناه هایت نیست. معنیش چی است؟ و یا اینکه مصیبت خطاهایی که تو کردی به اون مصیبت نمی آید و مصیبت ها به سبب خطاگی هایت نیست. یعنی وقتی مصیبت به سرت آمد یک باره اگر این را نمی کردم اون نمی شد، اون را نمی کردم اون نمی شد، گویان اینقدر چی نکن، اینقدر حسرت نخور. آره در ما آیت قرآن کریم است ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسب ایدی الناس. فساد در خشکی و در آب در همه جا آشکار شد یا پنهان شد از دست کرده های مردم. خواه نخواه گناه های آشکار بر دوام سبب آمدن بلا می شود. اما معنای حدیث این است که خواهران عزیز، وقتی مصیبت به سر یک مسلمان آمد دیگر اینقدر خود را گناهگار نکنه، دیگر اینقدر راست توبه میکنیم به الله برمیگردیم. اما تو بودی تو نمیکردی این گناه نمیشد، اگر نبودی این گناه نمیشد. برای همین اگر چی میگویند، اگر از درهای شیطان رو باز میکند انسان رو به ناامیدی میبرد. یعنی اینقدر اگر این را نمیکردم این گناه نمیشد نگوید. در این وقت تمام بگوید دیگر این تقدیر است تو به سرم آمد. یعنی بعد از مصیبت به سرتان آمدن نباید اینقدر یکدیگر را گناهگار کنیم، یکدیگر را گناهگار کنیم، خود را گناهگار کنیم و چی کنیم؟ با همین اگر گویان به ناامیدی برویم. واعلم ان النصر مع الصبر و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر یسرا. و بدان که نصر، پیروزی به تو میرسد زمانی که صبر داشته باشی. وقتی انسان صبر دارد به مشقت ها، به عذاب ها در زندگیش، حتی در زندگی دنیوی، شما اگر به عذاب و مشقت صبر کردید خواه و نخواه پیروزی کشایش برای شما می آید. هیچ عالمی را نمی بینید که به آسانی عالم شده باشد، هیچ تاجر موفقی را نمی بینید که رفت و یک او تاجر موفق شد. هر انسان چیکار میکند؟ با حرکت کردن و با در اول عذاب کشیدن و بعد صبر کردن به او پیروزی می آید. واعلم ان النصر مع الصبر و ان الفرج مع الكرب. و البته کشایش می آید بعد از غم ها، یعنی هر غمی که می خوری بعد از آن کشایشش هم هست. نباید ناامید شد در وقت مصیبت. و ان مع العسر یسرا، پس از هر مشکلی آسانی هست. و اینجا خواهران عزیز درباره قلم، درباره تقدیر، در همین کتاب شرح طحاوی ابن ابوالعز حنفی میگویند قلم 4 گونه هست. قلم هایی که می نویسد 4 گونه هست. قلمی که آن قلم همون لوح محفوظ رو نوشت، یعنی کتاب تقدیر بنده ها که به اون هیچ کس خبر ندارد، یگان احد الناس، حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن چی میگذرد و چی نوشته شده است از آن بیخبر هستند و اون چیزی که در آن است اصلا تغییر نمی‌یابد. و این چنین قلمی هست که یعنی در آن تمامی کائنات، زمین و آسمان و هر کسی که در روی زمین است یک تقدیر کلی آنها، یا گفتیم قاعده کلی آنها نوشته شده است. بعد از این قلم دوم که
الله پیش از آدم را خلق کردن فرزندان تقدیر فرزندهای آدم را که کیشان چگونه میشوند و چگونه به جنت میروند و دوزخ میروند نوشته است. این قلم دوم. سیومش تقدیری که در شکم مادر نوشته می شود و وقتی مادر حامله می شود فرشته در آنجا در خدمت می شود که به پروردگار گفته می استد که الان در کدام حالت است، آیا بی استد یا نه استد. وقتی قرار می شود که نه این کودک در شکم بی استد، بعد از 4 ماه و 10 روزگی یا بعد از 4 ماهگی رزق او نوشته می شود، عمر او نوشته می شود، عملی او، بدبختیش یا خوشبختیش که اگرچه در بالا این نوشته شده بود باز اینجا هم نوشته می شود، اما با بعضی از با گفت روزها دیتال هایش، بعضی جزئیاتش کردی. بعد میگویند 4م قلم هست که آن قلمی هست که فرشته ها در کتف تو هستند و هر چیزی که تو میگویی آن را مینویسند. هر چیزی که تو میگویی و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، خیلی که الله میگوید که در شما فرشته های محافظت کننده هستند، آنهایی که چی کار میکنید میدانند و هر چی میگوید مینویسند. همین گونه 4 قلم را تقسیم کردگی هستند. قلمی که تقدیر ازلی در لوح المحفوظ نوشت، قلمی که تقدیر بنده ها را پیش از خلق آفریده شدن آدم نوشت و قلمی که در شکم مادر کودک را نوشت، تقدیر همون یعنی خود کودک را، و قلمی که چه هست فرشته ها در کتف تو گفته های تو را کرده های تو را می نویسند. اما در بعضی دیگر کتاب های عقیده خواهران عزیز تقدیر را به 4 نمود دیگر تقسیم کردگی هستند. یکم نمودش میگوین همون تقدیری که یا حتی بعضی کتاب ها بنگریم 5 میشده است، یعنی اگر از هر جای خواندگی هم جمع کنیم، تقدیری که در همون لوح المحفوظ است که هیچ دیگر نمی شود، اون دیگر قلم خوش شده است و چیزی نمی شود. دیگر تقدیری که در دست فرشته ها هست، صحیفه هایی که در دست فرشته ها هست و الله هر لحظه که به آنها خواست چی میکند؟ میگوید که این را اینگونه نویسید، این را اینگونه، یعنی آن را تغییر میدهد. اما اون تقدیری اگر گفتیم قاعده های کلی عامی باشد شامل برای همه، اینش کمی تقدیرهای چی جزئیات میده میده. این 2 شد. بعدن تقدیری که در شکم مادر هنوز ما به دنیا نآمده نوشته می شود که چگونه خوشبخت هستیم، چقدر رزق می بینیم، این شخصا برای خود ما است داره، و عمرمون چقدر هست و ما چی کارها میکنیم نوشته می شود. بعد از این تقدیر 1 ساله که در شب قدر نوشته می شود که شب قدر را چی میگویند؟ شب نوشته شدن تقدیر 1 ساله. همون سال میده وجوده چی میکنید همه اون میده میده باز نوشته می شود. و باز تقدیری هر روزه، کل یوم هو فی شأن، هر روز شما همین روز چی میکنید همه آنها هم باز جدا جدا جای خودش را دارد. وقتی خواهران عزیز به این باور کردید که ما یک تقدیر کلی داریم، چه خیلی گفتم این را از روی تصور همین گونه کنید که شما گفتم یک دولت دارید، قانونهای اساسی میگذارید اونجا، بعد این قانون ها رو میده میده میکنید، باز زیری اون چند تای دیگر بند ها میکنید. همین گونه تصور کنید، یعنی کلان بعد از این میده 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 شده میرود. همون بعضی میده شده های درونی چی میشود؟ اگر الله خواهد آنها تغییر مییابند، چون که الله چی میگوید؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. در سوره رعد آمدگی است، آیت 39 بود که الله میگوید هرچی الله خواهد کور میکند، یعنی محوش میکند و هر چی خواهد ثابت میدارد، و اما در نزد الله ام الکتاب لوح المحفوظ است، یعنی لوح المحفوظ تغییر نمییابد. دیگه صحیفه هایی که در دست فرشته ها هست، یا هر سال تقدیر شما یا هر شبه هر روزه تقدیر شما، اگر الله خواهد آن را چی میگوید؟ به جای این گونه نویسگویان تغییر میدهد، یعنی چیزی تماما دیگر نمیشدگی هست، باز چیزهای دیگری است که الله اگر خواهد آن را تغییر میدهد. اکنون نگاه کنید، وقتی ما فهمیدیم این همه تقدیر رو، آیا در یگان جا الله تقدیر رو کلا به دست ما سپارید؟ آره، یا اینکه الله تقدیر رو به دست یگان انسان سپارید؟ نوشت تقدیر ما، زندگی ما به دست پروردگار است. برای چی اینقدر پس از مخلوق مثل ما میترسیم؟ الله میگه فلا تخشوا الناس واخشون، اینقدر از مردم نترسید، از من بترسید. و ایای فرحبون و ایای فتقون، از من بترسید، از به من یعنی
تقوا کنید، از گناه ها دور شوید، برای اون که تقدیر شما در دست من است. یمحو الله ما یشاء و یثبت. من چیکار خواهم میکنم با تقدیر شما؟ سبحان الله. تهدید از طرف پروردگار است. من چیکار خواهم با شما میکنم، الله چیکار خواهد آن را کرده میتواند، اما انسان ها این را نمیتواند مگر الله اجازه دهد. در این وقت انسان تا میتواند بندگیش را، بیچارگیش را، خوریش را، زاریش را، امیدش را، ترسش را به الله کند. همونه که تقدیرم در دست توست، هرچی میخواهی میکنی، به هرچی کرده‌ات من راضیم، راضی نشوم هم مجبورم که راضی باشم. در این وقت ما باید به دست تقدیرساز به الله برگردیم. نه اینکه نگاه کنید انسان هایی هستن که میگن من تو رو بدبخت میکنم و ما به این باور میکنیم او خدا هست که تو رو بدبخت میکند. میگن جانی تو رو میگیرم، ما یقین میکنیم که این انسان جانی منم میگیرد. از ترس دیگر ما از همه چیز دست میکشیم. اما انسان مومن چی میگوید؟ گرفتن جان من در دست پروردگار است. من خوشبخت میشوم و یا بدبخت میشوم در دست پروردگار است. من از گرسنگی میمیرم یا نه در دست پروردگار است. بایی من، ثروتمندی من در دست پروردگار است. یگان انسان مثل خودم این کارو کرده نمیتواند. یعنی مسئله تقدیر همون گونه که است. اگر ما یقین کردیم و ایمان آوردیم، در این وقت امید کاملا به الله می شود. خوری ما، بیچارگی ما فقط به الله می شود. و ما چی میگوییم؟ الله هم تو هرچی خواهی تغییر میدی، هرچی خواهی ثابت میدانی. کل یوم هو فی شأن. تو هر روز در خدمت یا ببخشید در اسپای بنده هایت هستی. به من کمک کن. یعنی به الله خالصانه هم دعا میکنیم و هم امیدمون به قدرت الله زیاد میشود. و اینها رو اگر ما ماندیم و به یک انسان باور کردیم، تقدیرمون رو از یک انسان دانستیم که مصیبت شرک اکثریت در همین است. خوشبختی خود رو، خوشبختی فرزندان خود رو، رزق خود رو، خوری خود رو، عزت خود رو، علل خصوص انسان هایی که عزت رو هم در دست بنده ها میبینن، تمامی عمر آنها بیچاره هستند. فکرشون، ذهنشون، حیاتشون انسان ها هست که این انسان ها مرا میخوراند و میپوشاند، در حالی که اینها همه چی گفتیم به دست الله یگانه است. به دست الله یگانه است. و اگر الله خواهد عزت هم نصیب شما میشود، چگونه که در حدیث بخاری آمده است که اگر شما به الله نزدیک شدید، الله اگر شما را با آن عملهایی که انجام میدهید، با آن قلبی که دارید دوست داشت، الله اگر شما را دوست بدارد، به جبرائیل میگوید که من فلانی را دوست داشتم که تو دوست بدار. جبرائیل به اهل سما و تمام آسمان صدا میزند که اللهی فلانی را دوست داشت، شما هم دوست بدارید. بعد از این انسان در قلب مردم جای می شود. وقتی که الله او را دوست داشت، دیگر خواه و ناخواه، البته مردم مؤمن، چون کافران را میدونید که آنها مؤمن را قبول ندارند. و در مسئله تقدیر چه خیلی گفتم، تقدیرساز الله هست و مؤمن به این یقین داشته باشد. اصلا کسی هیچ یگان شک در دلتان نباشد که اگر الله خواهد کسی شما را بدبخت کرده نمیتواند. اگر الله خواهد هرگز شما از گرسنگی نمیمیرید. الله اگر در کمکتان باشد، تمام دنیا بر ضدتان باشد، شما عزیز میمیرید و عزیز میمانید. به این باید یقین داشته باشیم، برای آنکه انسان ها اصلا کتاب تقدیری ما به دست انسان ها نیست، مگر اینکه ما خود را به آنها حواله کردیم و الله را فراموش کردیم که الله ما را به دست آنها گرفتار کند. و همیشه همین آیت را میگیم که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما اگر تقوا کنید، از الله بترسید، با الله در زندگیتون باشید، الله در همه رویشتون، در همه کارهایتون برای شما کشایش میدهد و از جایی که فکر هم نمیکردید رزق میدهد. اما مصیبت ما چی هست؟ مصیبت ما این است که ما از دست بنده ها میبینیم سبحان الله فلانی تقدیرش رو سوخت، تقدیر ما رو فلانی اصلا نمیسوزد. این ما هستیم که بازی میکنیم با تقدیر پروردگار و چه خیلی گفتم گناه میکنیم یا بر علا به یک خطاگی دست میزنیم و بعد از این فلانی را یا پروردگار به من این گونه تقدیر سیاه کرده است، گویان همین گونه اصلا از پی اصلاح نمیشویم. و اینجا خواهران عزیز یک چیز دیگر است. وقتی در باره تقدیر صحبت می رود، البته از هر طرف شیطان هم انسان هایی که دیگر من الجنتی و الناس از جنسی شیطان هستند به شما وسوسه میکنند. داره
میگن اگر رزق تو تقدیر باشد چرا خوب نمیکنی؟ خوب کن رزقت می آید. خوب کن رزق تو می آید اگر رزق تو تقدیر باشد. یگان حرکت نکن. خودت گفته ایستاده ای که رزق تو وقتی تو در شکم مادر هستی نوشته می شود. همین خیلی نه؟ اما ما درسی پیشتر گفته بودیم که رزق نوشته شده است اما الله از تو حرکت می خواهد. پیامبر با آن که از من و شما ایمانشان به تقدیر زیاد بود، توکلشان زیاد بود، خودشان به دست شمشیر گرفته جهاد می برآمدند. خو نخو کافرون همش می میرد در تقدیرش مرگ است نمی گفتند. خودشان با شمشیر به جهاد می برآمدند. خودشان از پی زندگیشان بودند. به یگان صحابه گفتگی نیستند که رو در خانه‌ات خوب کن رزقت می آید. این رو هرگز گفتگی نیستند. برای همین مشرکان حیران شده چی می گفتند؟ ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این خیلی پیامبر است که اینقدر به الله ایمانش باشد در بازارها راه میگردد و خوراک میخورد. الله خود از خود این را سر کند؟ یعنی همین گونه چی بود؟ شبهه مشرکین بود. اما این قانون الله هست. در تقدیر رزق تو نوشته شده است، باید برای آن حرکت کنی. باید، اما حرکت هم در مقدارش، نه تا حرکتی که خیلی پیشتر گفتیم عبادت خودت را فراموش کنی. مقدار با نه از حد گذرانیده، در حد متوسط. بخت تو نوشته شده است اما برای بختت حرکت کنی. فرزند تو نوشته شده است، برای فرزنددار شدن باید صاحب عائله باشی. یعنی مرگ تو نوشته شده است اما این معنیش نیست که خودت رو بری زیری ماشین پرت کنی و بگویی که اگر در تقدیرم باشد میمیرم وگرنه نه. اینها رو الله از تو نمیخواهد. و چیزی دیگر خواهران عزیز، چه خیلی گفتم در سوره رحمان الله میگوید کل یوم هو فی شأن. کل یوم هو فی شأن. هر روز الله از پی مردمان است. هر روز الله در چی میگیم این را به سامان رساننده یا گفتیم مدبر مردمان است. در تفسیرش امام بغوی میگویند یا گفتیم در کتاب های زیادی مفسرین می آید که معنیش این است که هر روز یکی می میرد یکی زنده می شود، به دنیا می آید. هر روز یکی رزقش داده می شود. هر روز یکی عزیز می شود، یکی خور می شود، یکی بیمار می شود، یکی صحت می شود، یکی مشکلی هایش آسان می شود، دعای یکی اجابت می شود، گناهی یکی بخشیده می شود. یعنی هر روز الله در کار است. هر روز، یعنی اصلا ناامید نباشید که همین روز هم مثل فردا می گذرد. نه، فردایتان کل یوم هو فی شأن. الله قادر است فردای شما کلا تغییر یابد. یعنی فردای شما مثل امروزه نباشد. هر روز زندگی شما دیگرگونه می شود. هر روز در اجابت دعا پروردگار است. و چه خیلی گفتیم اونجا تقدیر کلی باشد، باز جزئیات کوچکترین چیزهای دیگر هست که هر ساله و هر روزه تغییر می یابد که از پی اون باشیم و این را هم همش با اذن الله می شود. بعد از این میگن، یعنی امام طحاوی میگویند و ما اخطأ العبد لم یکن لیصیبه و ما اصابه لم یکن لیخطئه. همین رو بدانید که در مسئله تقدیر چه خیلی گفتم، وقتی مصیبت آمد، مرگ آمد، بلا آمد، اگر این رو فلانی نمی گفت و نمی کرد این گونه نمی شد، اگر این خیلی نمی بودم این خیلی نمی شد. نه، مسئله تقدیر بوده است، نوشته شده بود. به خاطر خطاگیات این مصیبت نه آمد یا مصیبت خطاگی کردم گویا نه آمد و برعکس. یعنی نباید شما بگوید که من خطا کردم مصیبت آمد، یعنی همین خطای من نمی بود مصیبت نمی شد، مصیبت نمی شد خطای من بگوید تقدیر است دیگر. آره در اسلام یک نفر رو کشتی کشته می شوی، آره اون هم به تقدیر الله. دزدیدی دستت بریده می شود، اما همچون تسکین ایمان به الله وقتی فرزندتان از دنیا رفت، اگر این نمی کردم این نمی شد، اگر گویان به شیطان در رو باز نکنید که ناامیدی و حتی متهم کردن الله می شود. بگوید دیگر تقدیر است. خیلی که پیشتر گفتیم بعد از مصیبت آمدن شما می توانید بگوید این دیگر به دست تقدیر بود است که ما هیچ کار کرده نمی توانیم. ما راضی هستیم به تقدیر الله. و یک مقدار دیگرش هست یک بار به آخر رسانیم همین باب را. خواهران عزیز چی گفته؟ نه به فکرم خیلی زیادی میکنم. به آخر رسانم باب تقدیر را یا تا همینجا کفایه کنم؟ بله. به آخر رسانم خوب است.
دوام میدیم. بعد از این انشاءالله سوال جواب میکنیم همراه باذن الله. فقط تا اون وقت دست برداشتن نگیرید خواهرا، برای اون که اینجا در زوم مشکلی میشود. انشاءالله امروز دستمو به تمام سوال ها میرسد. دوام دهیم. امام طحاوی میگن و علی العبد ان یعلم ان الله قد سبق علمه فی کل کائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في السماوات والارض. سبحان الله. میگن که عبد بنده باید بداند که الله در علم الله گذشته است، یعنی الله میدانست هر چیزی که از خلقش در دنیا پیدا می شود، هر چیزی که می شود، و الله برای هر یک مخلوقاتش تقدیر محکمی ایجاد کرد که آن تقدیر اصلا یگان یعنی عکس و نقیزش ندارد، چیزهای نافهمایی برعکسش ندارد و اصلا هر تقدیری که الله کرده است کسی تغییر داده نمیتواند. کسی الله را به خاطر آن تقدیرش جزا داده و یا گفتیم سرزنش کرده نمیتواند و کسی آن تقدیر را از بین برده نمیتواند. کسی چیزی به آن تقدیر الله نوشته اگر الله نخواهد زیاد هم کرده نمیتواند، کم هم کرده نمیتواند و هر چیزی که در آسمان و زمین هست همان گونه که الله خلق کرد و میدانست هیچ چیز در آن زیاد نمیشود. آیا کسی یک آفتاب دیگر ساخته میتواند؟ یک ماهتاب دیگر ساخته میتواند؟ یک شریک دیگری زمین ساخته میتواند؟ یک نمود دیگری انسان ها ساخته میتواند؟ نمیتواند. یک بحر زاید کرده میتواند؟ نه. هر چیزی که الله آفرید و در علمش میدانست و تقدیر ازلی هست آن را یگان کس تغییر داده نمیتواند و برای تغییر دادن قدرت هم ندارد. برای آن را تغییر دادن اصلا قدرت هم ندارد. و این هم چی گفتیم؟ یکی از شاخه های قوی شوی ایمان شما هست که شما میگید تقدیر من به دست الله هست، کسی در آن چیزی را زیاد و کم کرده نمیتواند و مگر اینکه خیلی گفتیم هر روزه یا هر ساله بعضی چیزهای کوچکی که آن هم شما اگر به دست بنده ها سپاریدید. در دوامش میگویند و ذلک من عقد الایمان و اصول المعرفه و اعتراف بتوحید الله تعالی و ربوبیته کما قال تعالی فی کتابه و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. سوره فرقان آیه 2. و قال تعالی و کان امر الله قدرا مقدورا. در سوره احزاب و میگویند و به همین یقین کردن که کسی در تقدیر چیزی را زیاد و کم کرده نمیتواند، هرچی در تقدیر ازلی در لوح المحفوظ است اصلا تغییر نمییابد و حتی در تقدیرهای یک ساله شما یک روزه شما هیچ کس به اجازت الله هیچ چیز داخل کرده نمیتواند. تقدیر ساز رب تقدیر پروردگار است. این میگن عقد ایمان است و اصول معرفه است، اساس ایمان است، اصل شناخت الله است و اعتراف به توحید الله و ربوبیت و پروردگاری خداوندی الله است. یعنی تو وقت به تقدیر ایمان نداری یا اینکه میگویی تقدیر من به دست فلانی هست، فلانی خواهد بدبخت میشوم، میمیرم، نابود میشوم و تقدیرت رو به دست بنده ها میدانی، بدون که در توحیدت ذره خلل داری، بدون که تو کسی را به الله شرک ورزیده ای، حتی در ربوبیتش که تقدیر خود را از یک انسان دانستن اون انسان را نعوذ بالله خدای خود کردن است. الله چی میگوید؟ الله همه چیز را آفرید و برای هر یک چیز تقدیر خودش را مقدر کرد و هر یک چیز و کان امر الله قدرا مقدورا و امر الله فرموده الله آن چیزی که الله خواست این تقدیر بود که حتما باید انجام میشد. که خیلی میدونیم از اصول ایمان ما این است ایمان به آوردن به الله یگانه و به تقدیر شر و بد که همه از جانب پروردگار هستند و در علم الله بود. اگر الله نمیخواست اینها یگان تا اش نمیشد. و چی میگیم؟ تقدیر از قانون توحید است. به الله یگانه ایمان داری، به تقدیر الله هم باید ایمان داشته باشی، وگرنه وقتی که به تقدیر شک کردی که الله شاید کند و نکند، بدونید که شما دیگر به قدرت الله شک و شبهه دارید. در دوامش یک جمله خیلی خوش رو که مسئله تقدیر رو تمام میکنند. میگویند فویلون
لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه افاکا اثیما. وای میگویند بر حال آنهایی که قلبش را میگویند در بیمار کرده است. قلب او بیمار است، قلب او گم شده است، در راه افتاده است به خاطر آن که او میخواهد لقد بوهمی فی غیب تقدیر را، سر تقدیر را پیدا کند. اونهایی که من تقدیرم را جستجو میکنم، میابم، از پیش میشم، مسئله تقدیر را من 100% میفهمم، یا همه تقدیر به دست خودم هست، خودم نخواهم چیزی نمیشوم، یا بعضی ها همه چیز تقدیر است من هیچ کار نمیکنم. یعنی چی هست؟ اونهایی که میلغزند در مسئله تقدیر و اونهایی که میخواهند که با وهم خود، چون که علم ندارند، با وهم خود، با خیالات خود مسئله تقدیر رو به خود کشف کنند، میگویند فویل لهم، وای بر حال او. برای چی؟ او یک قلب بیمار دارد، او یک قلب بیمار دارد و او میخواهد این سر پروردگار را بکشاید که کشاده نمیتواند و بجز این که گناهگار میشود و دروغگو میشود، چیزی که نمیداند صحبت میکند، چیزی دیگر نمیشود. همینجا امام طحاوی چه گفتند؟ لمن ضاع له فی القدر قلبا سقیما، آنهایی که قلب آنها ضایع شد، قلب بیمار آنها، یا قلبش را آنهایی که بیمار کردند، قلب خود را بیمار کردند در مسئله جستجوی تقدیر. و اینجا قلب بیمار چه خیلی که میدانیم به معنای مجازی آمده است. قلب انسان ها در حقیقت بیمار می شود که به طبیب نیاز دارد، اما بعضا قلب های با بیمار می شود، اما بیماری ظلمات، بیماری که کفر و گناه آن را تاریک و بیمار می کند. الله می گوید او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا آنی که مرده بود ما او را زنده کردیم، برای اون نور دادیم که با اون نور در بین مردم راه می گردد، مثل آنی هست که در ظلمات، در تاریکی هست و از آن خارج نمی شود. یعنی الله آدم های بی ایمان را به آدم مرده اینجا تشبیه می کند. آنی که بی ایمان است مثل آدم مرده هست و آنی که ایمان دارد او چی هست؟ نوری هست که در بین مردم راه میگردد و انسان‌های بیمار و بی ایمان یا مردن یا از تاریکی برآمدن نمیتوانند. پس خواهران عزیز، همین را یقین بدانید، وقتی قلب انسان با شبهه ها و با گناه ها تاریک شد، هر راه پیدا می شود او راه بدترش را، او راه گناه را به خود می گیرد. وقتی قلب شما با شناخت الله، با معرفت الله، با ایمان به الله، با عملهای صالح قلب شما اگر سالم شد، قلبتان درست و صحیح شد، بدانید که شما زود حق را پیدا میکنید. عبدالله ابن مسعود صحابی جلیل میگویند هلک من لم یکن له قلب یعرف به المعروف و المنکر. هلاک شد، نابود شد هر کسی که قلب دارد که با آن قلبش چی معروف است و چی منکر است شناخته نمیتواند. وقتی تو چی درست است و چی خطا هست، کی دروغ میگوید، کی راست میگوید، کی گمراه کننده هست، کی هدایتگر است، این رو شناخته نتوانسته ایستاده‌ای، تو قلب مریض داری، قلب بیمار داری، اینقدر شک و شبهه و گناه ها فرا گرفته است که قلب تو را هدایت کرده نمیتواند. وگرنه آنهایی که اهل ایمان هستند قلب آنها حتی برای آنها راه راست را نشان میدهد. سبحان الله. سخن عبدالله بن مسعود را نگاه کنید، میگویند آنی که قلبش با او چی خطا و چی گناه جدا کرده نمیتواند، این انسان هلاک شد. و کی قلب این حالت گرفتار می شود؟ کی می شود که قلب شما نمیداند که چی خطا است و چی درست؟ وقتی قلبتون بیمار است، اینقدر گناه کرد که او نمیداند، یعنی یگان کشایش، یگان فراست ندارد. و بعضی دلهای هستند که خواهران عزیز هر چی گناه هست قبول دارند. عموما این رو چی میگویم؟ عموما قلب از حد مرده، حتی یعنی هر چی گناه هست هیچی حس نمی کنن. یگان خیل از آنها به گفت روسا ریاکسیا دیده نمی شود، یگان خیل ضدیت دیده نمی شود، مثل مرده که چند تا با کارد زنی هم و اصلا هیچ چیز نمی فهمد.
و مرده چقدر ضرر رسونیم هیچی نمیفهمد. بعضی قلب های هستن که 1001 گناه رو دیدند و کردن هم آنها تغییر نمییابند. پس این قلب از زیاد گناه کردن مرده است. از زیاد گناه کردن مرده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح هست وقتی انسان گناه کردن میگیرد قلب تاریک شدن نقطه تاریک شدن میگیرد آخر از چپگردان میشود هیچ چیز به اون تاثیر نمیکند. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. قلب دیگر هیچ چیز را قبول نمیکند. اما با توبه کردن با عمل صالح کردن قلب باز شدن میگیرد. حتی سفید می شود و هر تاریکی که می بیند او قبول نمی کند. او ضدیت نشان می دهد، قبول ندارد، برای اینکه آن یک قلب زنده است و قلب ها را فقط با آموختن راه حق، شناخت پروردگار، خلوت با پروردگار، دوری از گناه می توانیم زنده کنیم. وگرنه با گناه خیلی که خنده های از حد زیاد، گپ های بیهوده از حد زیاد به دنیا داده شدن قلب ها را اینقدر سیاه میکند که شما دیگر نه راست و نه خطا را شناخته نمیتوانید. بعد خواهران عزیز در همین مسئله قلب همین را بدانید که بعضا شما در راه حق هستید، میدانید قلبتون هم گواهی میدهد که راهی که شما دارید حق است، اما از اینکه قلبتون بی صبر است، از تنهایی میترسید، از مشقت ها میترسید، مثل یک انسان بیماری که از دارو میترسد شما به گناه برمیگردید. در مسئله اینکه شما در راه حق هستید و هرچی مصیبت بیاد، هرچی مشقت بیاد باید صبر کنید و پیش برید. این زنده بودن قلب شما هست. قلب هایی هستن که آره میدونن که کارشان خطا، اما از اینکه صبر ندارن یا از اینکه اطرافیانشان همه اهل گناه هستند و اگر اینها فقط در راه راست باشن تنها میمونند، نه من با همین شناس هایم باشم و مانم میگویند. در اینجا انسان چیکار باید کند؟ صبر کند، تلخی راه را چشد و راهش را دوام دهد و یقین بداند. خیلی که گفتیم و من یتق الله یجعل له مخرج، پروردگار برای او مخرج کشایش را نصیب می کند. و می رسیم به مسئله دیگر. اینجا آره یکی از شفاهای قلب را آوردگی هستند مؤلف و پیش از آن نگاه کنید. میگویند الله میگوید قل هو للذین آمنوا هدی و شفا. بگو که قرآن برای آنهایی که ایمان آورده اند هم هدایتگر و هم شفا است. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمی. و آنهایی که به الله ایمان نآوردند در گوشهای آنها چه است؟ وقر است، یعنی پنبه است، هیچ چیز را نمیشنوند و آنها کور هستند از حکمتهای الله. اولئک ینادون من مکان بعید. آنها از چقدر دور صدا کرده میشوند. یعنی قلب سلیم، قلبی که گناه ندارد، آنی که ایمان دارد، قرآن برای او تاثیر میکند. هرگز غم نخورید وقتی که به یک گناهگار بدبخت آیت قرآن گفتید و مسخره کرد یا قبول نکرد. برای اون که الله چی میگوید؟ والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر. گوشای اینها دیگر قرقاشم دارند، گوش نمیشنوند، حق به آنها نمیدراید، برای اون که دل الکی سیاه گشته است، دل الکی زنگ زده است، قلب الکی مرده است. اما قرآن به کی تاثیر میکند؟ آنهایی که ایمان دارند، آنهایی که اهل ایمان هستند، به او آیت میگویی گریه میکند، آیت میگویی تاثیرش میکند. اما اهل کفر و اهل گناهی که از حد در گناه چه شدن، اینقدر غوطه زدن که در قلبشان نقطه از روشنایی نیست، به آنها قرآن تاثیر نمی کند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. در دوامش چی میگه؟ ما از قرآن نازل میکنیم آنی که شفا و رحمت است برای مؤمنان. برای کافران قرآن نه شفا میشود نه رحمت، برای اینکه چه خیلی گفتم آنها حتی آن چیزی که در قرآن است نه درک کرده میتوانند و نه تاثیر کرده به آنها تاثیر میشود. پس خواهران عزیز وقتی آیت شنیدیم، حدیث شنیدیم، حکمت شنیدیم و به قلبمون تاثیر کرد، گناه رو دیدیم و قلبمون دیگر ضدیت نشان داد، اصلا قبول کردنی نیست، با تمام قوت رد میکند، بدونید که ایمان است. وقتی به گناه پروا نداریم، آیت به ما تاثیر نمیکند، حدیث تاثیر نمیکند، اینجا ما قلبمون الکی بیمار است یا شاید حتی مرده است که باید از پی قلبمون شویم. قلب شما اگر اصلاح شد در مسئله ایمان و عمل،
قلبتون. یقین بدانید که حدیث پیامبر است صلح الجسد و کل، تمام جسم شما اصلاح می شود. زبانتون، دهانتون، گوشتون، چشمتون، قلبتون وقت سیاه و بیمار و چیرکونی آلوده هست، دیگر زبانتون هم آلوده و دست و پایتون هم آلوده می شود. این بود امروزه درس ما. اکنون بپردازیم به سوال و جواب خواهران عزیز.